آقا سلام دوستان، خوبین؟ سلامتین؟ آقا امروز یه خبر خیلی خیلی خوب داریم. این کفترمون نگاه کن، این و این کاسکمون تخم گذاشتن و یه دونم گذاشتن. امروز میخوایم بریم براتون ویدیوشو بگیریم و اتفاقی افتاد خیلی هم بد بود. تخمشون رو کجا گذاشتن؟ اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، اینجا گذاشتن. دیگه من رفتم ورش داشتم گذاشتمش سر جاشون. دیگه الان اتفاق بدی هم که افتاده اینه که اون ماده داشتم چیز بود رو تخما میخواد. الانم میرم فیلمشو براتون میگیرم. یه لحظه فیلمو قطع میکنم تا برم اینجا توی جا. خب نگاه کنین دوستان، این ماده میره میخوابه. الان نمیدونم الان تخمشو میگیرم. لحظه یه لحظه من تخم الان برمیدارم. خب دوستان اینم از تخمشون. دوستان این تخم که از اونجا من برداشتم نگاه کنین، ترک برداشته. ترک. امیدوارم حالا تخم هوا بر نداره خراب نشه. این تخم گرمم الان است. بعدش باید برم نگاه کنم ببینم نطفه داره یا نه. حالا فعلا بذارمش زیرش. اوه زد دستم له کرد. بیا اینجا عزیزم، تخمتو میخوام بدم. بیا تخمت. همینجوری که میبینید. خب دیگه اینم از مادر این تخم، اونم از پدرش که داره میاد. فقط این نره میره میخوابه با این ماده که اینجا، با اینکه تخم از این ماده هسته، ولی دیگه نمیدونم چرا بد شد. تو میری میخوابی، زحمت تخم اونو میکشه. خیلی هم عالی. خب باشه دوستان، تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدا حافظ.